عزیز نوشتن که دوستی سنی دارن که تحت تاثیر شیعیان قرار گرفتن و به خاطر اینکه حق حضرت علی تلف شد و وی سزاوار خلافت بود، در این مورد وضاحت بدهید تا جوانان در دام شیعه نیفتن. ببینید، خلافت حق هیچ کس نبود. خلافت حق عمه بود. متوجه هستید؟ خلافت از نگاه این که نص الهی و نبوی باشد که حق فلان انسان هست، همچین چیزی نیست. خلافت حق هیچ کس نیست از نگاه منصوص بودن الهی و نبویش. اما خلافت این که هر کس خودش رو شایسته خلافت میدونست، بله، همه صحابه خودشون شایسته خلافت میدونستن، از ضمنشون حضرت علی. میگن که خلافت حضرت علی منصوص از طرف الله و از طرف پیامبر بود. یعنی چی؟ حضرت علی رو الله و رسولش به عنوان جانشین پیامبر تعیین کرده بودن. الله و رسولی که در طول 23 سال با وجود این همه دسایس و دشمنها و این همه مصیبتها و فلاکتهایی که وجود داشت، تونستن این دین رو آنطوری که باید و شاید به پایه اکمال برسونن. حضرت علی هم در غدیر خم اومدن دستشو بلند کردن، گفتن الیوم اکملت لکم دینکم، دینم به پای تکمیل رسید. اما بعد از مرگ پیامبر همچین اتفاقی نیفتاد. یعنی نه خواسته الله شد، نه خواسته رسول الله شد. آیا همچین چیز امکان داره؟ خدا چیز رو خواست اما نشد. بعد اینجا چی میگن؟ نه، خدا خواست، پیامبرم خواست، اما نگذاشتن. کی نگذاشت؟ ابوبکر و عمر نگذاشت. چی شد؟ رفتن در سقیفه، چیکار کردن؟ در اونجا شورا تشکیل دادن و کسی دیگری رو به عنوان جانشین پیامبر تعیین کردن. ببینید، در اینجا این جواب رو به اینها میدیم که آیا این یک وظیفه الهی بود یا نبود؟ بود. وظیفه دار کی بود؟ حضرت علی بود. الله سبحانه و تعالی خطاب به پیامبر چی میگه؟ میگه که ای پیامبر، بلغ ما انزل الیک، برسان آنچه که بر تو نازل شده است و مکلف شده ای. یعنی چی؟ رسالت. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. اگر تو این کار را انجام ندهی، تو رسالتت را انجام نداده ای، از مردم میترسی. والله یعصمک من الناس، خداوند تو را از مردم حفظ میکنه. پس مخاطب این آیه اگر پیامبر بود در تبلیغ رسالت، مخالف همین آیه حضرت علی هست در تبلیغ امامت. میگن خب حضرت علی امام شد بعد از پیامبر. پس ما به حضرت علی میگیم که ای علی، بلغ ما انزل الیک، آنچه که الله به تو ابلاغ کرده از امامت رو به مردم برسان. فإن لم تفعل، اگر این کار رو انجام ندادی، فما بلغت رسالته، پس تو رسالت امامت خود را انجام ندهی. از کی میترسی؟ از عمر و ابوبکر میترسی؟ والله یعصمک من الناس، الله تو را از مردم حفظ میکنه. چون الله سبحانه و تعالی در سوره مؤمنون یک آیه بسیار جالبی است، میفرماید که الذین یبلغون رسالات الله، کسانی که پیام الهی رو، پیام رسالت رو، پیام امامت رو برای مردم ابلاغ میکنن و یخشونه، از الله فقط میترسن، ولا یخشون احدا الا الله، و غیر از الله از هیچ کسی دیگری نمیترسند. تو اگر رسالت الهی رو ابلاغ میکنی، تو اگر امامت رو ابلاغ میکنی، تو اگر نبوت رو ابلاغ میکنی، تو رسالت الهی رو داری ابلاغ میکنی، پس غیر از الله از کسی دیگری نباید بترسی. و کفى بالله حسیبا، و کافی است که دادگر تو، حسابگر تو، حامی تو کی باشد؟ الله سبحانه و تعالی باشد. اگر حضرت علی واقعا خلیفه و امام و جانشین پیامبر بود و رفت سکوت کرد، در حقیقت گناهکار شد. گناهکار به خاطر این شد که
بلغ ما انزل فان لم تفعل فما بلغت رسالته. این رسالت امامت رو اگه تو انجام ندهی، بعد چی میگن؟ میگن نه حضرت علی که انجام داد، حالا شرط نبود که حتما باید خلیفه بشه، حضرت علی امام بود، تو خونه نشسته بود. خب خدا پدر مادرتو بیامرزه، پس چرا داد و بیداد میکنید که حق علی رو خوردن؟ مادامی که علی امام بود، تو خونه نشسته بود، امام بود، وظیفش هم داشت انجام میداد، پس چه نیازی به خلافت داشت؟ در اینجا میگن نه نه نه، منصب خلافت، منصب امامت یک منصب دنیوی نیست، یک منصب دینی است. خب بذارید منصب دنیوی برای ابوبکر و عمر و عثمان باشه و منصب به اصطلاح دینی برای حضرت علی باشه. پس خلط به این موضوع نکنید. یک دینی پر از تناقض. اگر که میگن که حق علی رو خوردن، خب علی باید خلیفه میشد، یعنی خلیفه سیاسی میشد، حاکم میشد در جامعه. خب نشد. خدا خواست، پیغمبر خواست، نشد. حضرت علی هم هیچ کاری نکرد، رفت با اونها بیعت کرد. میگن نه بیعت نکرد، حضرت علی رو ریسمان به گردنش انداختن، به زور بردن بیعت کرد. از یک طرف میگن حضرت علی شیر خدا بود، در خیبر رو گرفت و کند و به دور انداخت، از یک طرف میگن به گردنش ریسمان انداخت. با این تناقضات چیکار بکنیم؟ از یک طرف میگن شجاع‌ترین مردم بود، از یک طرف میگن در خونه‌اش شکستن، کمر زنش شکستن اما صداش در نیامد. این تناقضاتی است که در دین اینا وجود داره. به خاطر همین نه امامتی وجود داره منصوص از طرف الله و نه خلافتی منصوص از طرف الله وجود داره. انما الشورى للمهاجرین و الانصار، در نهج البلاغه حضرت علی میگه انما الشورى للمهاجرین و الانصار. نامه 6 نهج البلاغه رو هر شیعه بخونه، هر سنی بخونه، هیچ جوابی برای این ندارن. حضرت علی میگه انما الشورى للمهاجرین و الانصار، شورا از آن مهاجرین و انصار. فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان في ذلك لله رضا. اگر که جمع شدن و شخصی رو به عنوان امام خود خواندند و او را رئیس خود تعیین کردن، در این کار رضای خداوند است. میگن که حضرت علی از روی تقیه این حرف زده، خاک بر سرتون. یعنی حضرت علی از روی تقیه به الله هم دروغ بسته، کان فی ذلک لله رضا، در این امر رضای خداوند است. این دروغ بستن به الله متعال است، در این هم تقیه. و الله متعال میفرماید که و امرهم شورا بینهم، امور حیات خود را با شورا و با مشوره انجام میدادن. صحابه شورا کردن، مشوره کردن، ابوبکر رو تعیین کردن. صحابه شورا کردن، مشوره کردن، عمر رو تعیین کردن رضی الله تعالی عنهم اجمعین. صحابه شورا کردن، مشوره کردن، عثمان رو تعیین کردن. بعد از حضرت عثمان در فتنه باز شد. حضرت علی توسط عده‌ای که حاکم بودن در مدینه و با عدم مخالفت صحابه و تابعینی که در اونجا بودن به عنوان امیر تعیین شدن و ولی امر بودن و امام بودن، خلیفه بودن، اطاعت از ایشان واجب بود الی آخره. و این مسئله خلافت و امامتی که اینا ادعا میکنن به این شکل است و در این جایی برای این نیست که والا کسی بیاد شبهه پراکنی بکند، به شرط اینکه ما از دین خودمون، از تاریخ خودمون آگاه باشیم.